درود، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. امروز فیلم سرزمین موعود محصول سال 2022 رو ببینید. فیلمی که از تمام نقدایی که بهش وارد شده امتیاز 88 از 100 رو گرفته. این فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام نوشته آیدایسن هست. نویسندگی این فیلم رو آندرس توماس ینسن و کارگردانی اون رو نیکولای آرسل انجام داده. از بازیگران اون میتونیم به اشاره کرد. داستان فیلم در سال 1896 و دانمارک رخ داده، جایی که یک کاپیتان ارتش به نام لودویگ که تازه از جنگ برگشته سعی میکنه یک مسیر جدید و یک زندگی تازه رو شروع بکنه. او برای این کار سعی میکنه زمین‌های بایر و باتاقی رو خرید کنه و اونها رو آباد کنه و در این راه از مهاجرانی هم در این مسیر استفاده میکنه. در این راه با چالش‌های بسیاری روبرو میشه، من جمله مخالفت و کارشکنی‌های اشراف‌زادگان منطقه و محلی. این فیلم یک اثر تماشایی وسترن و با کیفیت هست که صحنه‌هایی از امید و تلاش برای ساختن یک منطقه توسط یک مرد رو به تصویر می‌کشه. این فیلم به خاطر کارگردانی قوی و فیلمبرداری چشم‌نواز مورد تحسین بسیار قرار گرفته. ببینید، امید داشته باشید و لذت ببرید و نظر فراموش نشه. لحظاتتون خوش.